مهسا امینی 22 ساله، همان زن جوانی است که حالا در بیمارستانی کسری نیمه جان بستری شده. اهل سقز است، از استان کردستان. با خانواده برای تفریح به تهران آمده بودند که از روز سه‌شنبه گشت ارشاد پایتخت در بزرگراه فرانسه 5 روز و 4 شب پس از بحرانی که سراسر این کشور را در نوردیده.